با ابتکار مورخان شناختی جمهوری و بیرون از جمهوری اکادمی فنهای سابق اتحاد شوروی جان رفتار ظریف شریف رجب بهادر اسکندر و دیگران تاریخی سه جلدی خلق تاجیک از 5 کتاب از دوران قدیم تا امروز تا سالهای 60 نوشته شد و این 5 کتاب باز تکرار میکنم با راهبری اکادمی باجان خوبش در اینستیتوت خاورشناسی اکادمی علومی سر به چاپ رسید و تبدیل خوانندگان رسید. لیکن از اون سالها تا امروز علم تاریخ در تاجیکستان با پایه‌های بلند رفت، ترقی کرد. جلد اول این کتاب سال 1998 روی چاپ دید. زیر تحریر یکی از عالمان بسیار بزرگ لیتوینسکی و همچنین عالم نامدار ما رناو. و سال 1999 در عرفه جشن 1100 سالگی دولت سامانیان کتاب دوم یا که جلد دوم این از چاپ برآمد زیر تحریر یکی از عالمان نهایت شناخته ما اکادمیک نومان نعمت. و باید قید کنم که این کتاب ها همه زیر نظر عمومی دیرکتور اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی اکادمیک مصر قرار دارند.